در پادکست سیوم سینما چیست ما امروز درباره در پشت یک فیلم خوب کدام متخصصان می ایستند صحبت میکنیم. من محیدین مظفر کارگردان سینمای تاجیک هستم و این برنامه برای شناخت سینما و ماهیت آن تشکیل شده است. امیدوارم برایتان موضوع صحبت جالب است و آن را لایک و کامنت میگذارید تا نفران زیاد از این معلومات های مهم با خبر شوند. اگر ما ندانیم و نفهمیم که در پشت یک فیلم خوب کیها باید ایستند، هیچگاه آفرینده فیلم خوب نخواهیم شد. باور کنید. رفتیم. برای ساختن فیلم خوبه که موفق، جالب و با صفت خواهد بود، یک گروه متخصصان بلند اختصاص را در ساحه کینو جمع آوردن لازم است. هر یک متخصص در جنبه‌های علاهیده فیلم کار میکند و همه آنها در تأمین صفت آن نقشی کلیدی دارند. در مجموع تهیه فیلمی که به استانداردهای جهانی موافقت میکند تنها با جلب یکچند متخصصان از ساحه‌های گوناگون امکان پذیر است. یکم، کارگردان یعنی رژیسور شخصی کلیدی در تهیه فیلم است. آن برای کانسپسیا و اسلوب عمومی فیلم، چگونه نشان دادن سوژه و چگونه افکت‌های ویزوالی و ایموشنالی به دست آوردن مسئول است. دوم نفر کی است؟ مؤلف و سناریونویس. سناریونویس متخصص است که سناریوی فیلم را ایجاد میکند، سوژه و دیالوگ مینویسد. آن غایه، ساختار و متن اساسی را برای فیلم ایجاد میکند. سوم، نواربردار یعنی اپراتور. اپراتور یا نواربردار شخصی است که برای نواربرداری و ویزوالیزاسیون فیلم مسئول است. وی با کارگردان همکاری زیج دارد تا کانسپت ویزوالی فیلم را عملی کند. چهارم، یاردمچی کارگردان. یاردمچی کارگردان به تشکیل روند نواربرداری و هماهنگسازی کار دسته کمک میکند تا کارگردان را در تطبیق غایه‌های ایجادی خود دستگیری کند. پنجم، هنرپیشگان یعنی اکتوران. اکتورها آدمانی میباشند که قهرمانهای فیلم را تجسم میکنند و با آنها حیات و احساسات میبخشند. وقتی که سناریو و حل کارگردانی صحنه‌ها مقرر کرده میشوند، اکتورها آنها را عملی میکنند. اکتورها به آبرس و خصوصیت‌های انفرادی خود را الهه میکنند. ششم، صدابردار. صدابردار متخصص است که در میدان نوار تمام صداهای صحنه را ثبت می‌نماید. هفتم، کارگردان صدا. هست صدابردار، هست باز صداگذار یعنی کارگردان صدا. کارگردان صدا متخصص است که برای صدای فیلم مسئول است و به ثبت افکت‌های صدایی و ایجادی زمینه صدایی مشغول است که به ایجاد فضا و انتقال احساسات مساعدت می‌کند. حتی اگر صدای فیلم از میدان نوار نادرست باشد، از نو دوبلاژ میکند. نهم، پرودیوسر شخصی است که برای تشکیل روند نواربرداری فیلم، مبلغ گذاری و تقسیمات ذخیره ها مسئول است. آن تمام روندها از ایده تا محصولات فیلم تیار شدن هماهنگ و نظارت میکند با کارگردان. دهم، دیرکتور فیلم یعنی راهبر اساسی تشکیلی فیلم. دیرکتور فیلم شخصی میباشد که برای مسئله های تشکیلی و مأموری در مجموع مسئول است که کاری به فاصله تمام گروه و رعایت ترتیبات را تامین میکند. 11، رسام تهیه‌گر. رسام تهیه‌گر برای آرایش ویزوالی فیلم مسئول است که فضا و اسلوب را ایجاد میکند که کانسپت عمومی تصویر را دستگیری میکند. آن با مجموعه ها، کاستوم ها و روشنی کار میکند تا کیفیت و غایه های کارگردان را دستگیری کند. 12، رسام لباس. نفری که به لباس علاقه‌مند است. رسام لباس متخصص است که برای ایجاد تصویرهای پرسوناژها توسط لباسها و رنگهای آنها مسئول است. این یک قسم خیلی مهمی فیلم است، زیرا نمود ظاهری قهرمانها میتوانند معلومات مهم را درباره وقت،
جای عمل و خصلت انتقال دهد. 13 پردازگر یعنی گریمیور. گریمیور برای ایجاد نمودن ظاهری اکتیورها با استفاده از آرایش موی، روی و افکت های مخصوص مسئول است. آن برای تجسم کردن تصویرهای پرسنژ ها کمک میکند و خصوصیت های خصلت آنها را تاکید میکند و همچنین برای ایجاد ویزوالی و مانند پیرشوی، زخم ها و یا تصویرهای افسانوی کمک میکند. 14 نورپرداز یعنی گافر، نفری که با نور کار میکند. گافر روشنگر اساسی صحنه ها است که برای نصب و تنظیم روشنی مسئول است تا برای هر یک صحنه فضای لازمه را فراهم آورد که به بینش کارگردان و نواربردار موافقت کند. 15 دیزاینر یعنی طراح. طراحی یعنی پلاکت ها. طراحی پلاکت ها کنسپت ویزوالی مواد تبلیغاتی فیلم را از جمله پوستر فیلم، بیلبورد ها، برشور، دعوتنامه و دیگر عنصرهای گرافیکی را ایجاد میکند که دقت تماشابین را جلب میکند و فضای تصویر را افاده میکند. 16 یاردمچی تکنیکی، خیلی شخصی مهم. یاردمچی تکنیکی به نواربردار در صحنه توسط اداره کنی تجهیزات تکنیکی به مانند کامراها، روشنی و دیگر دستگاه ها کمک میکند تا نواربردار تنها درباره کار ایجادی فکر کند. تمام کارهای تکنیکی راهبر است. 17 متخصص افکت های ویزوالی. متخصص افکت های ویزوالی شخص است به ایجاد گرافیک و افکت های کامپیوتری مشغول است که آنها را به طور مقرری نصب کردن غیر امکان است. افکت های ویزوالی می تواند به فیلم جادوگری و افسانه ها اضافه کند، فانتاستیکی یعنی، و در ایجاد فضای مشخص کمک کند. 18 مونتاژیور، تدوینگر. مونتاژیور شخصی است که برای ساختن و مونتاژ کردن فیلم مسئول است. وی با نوار کار می‌کرده، صحنه‌ها، صداها و موسیقی‌ها را یکجایی کرده فیلم را در مجموع جمع می‌کند. آهنگساز یعنی کامپوزیتور. آهنگساز شخص میباشد که برای فیلم موسیقی می‌نویسد. موسیقی در ایجاد فضا و انتقال احساسات در فیلم نقش مهم می‌بازد. رکویزیتور در کینو متخصص است که برای انتخاب، تشکیل، نگهداری و استفاده اشیاءهای رکویزیتی در میدان نواربرداری مسئول است. کار رکویزیتور نقش مهم می‌بازد در آفریدن محیط، واقعیت دوره، خصوصیت‌های قهرمان‌ها و اسلوب ویزوالی عمومی فیلم. ببینید، برای ساختن فیلم خوب یک گروه متخصصان لازمند که در ساحه‌های گوناگون صنعت کینو کار میکنند. یک گروه خیلی بزرگ. ما اینجا تنها نفران اساسی را آوردیم. باید خاطر رسان کنیم که هر کدام اینهایی که ما 18 نفر را نامبر کردیم درباره خودشان از 1 نفر تا 4 نفر یاردمچی دارند. برای ساخته شدن یک فیلم چقدر آدمان و متخصصان لازم است شما الکی خبردار شدید. اگر در این گروه یک متخصص کارش را درست انجام ندهد، آن به صفت فیلم تاثیر منفی میرساند. از این ساحه‌ها یک تاش در جای خودش وظیفه‌اش را اجرا نکند، فیلم خراب می‌شود و ما تماشابینان میگوییم فیلم را ساخته نتوانستند. فیلم نتیجه پیوند بودن این زنجیره ساحه‌هاست. به یک حلقه زنجیر وجود ندارد. خلاصه برای ساخته شدن فیلم خوب متخصص لازم است. برای آن که متخصصان ساخته شوند باید فیلم زیاد به نوار گرفته شود. متخصص همین خیلی پیدا نمی شود. به آن زمینه محیط لازم است. به او تجربه لازم است. اگر شما امروز $10 میلیون داده گویید که پگاه فیلم تاریخی ساز، ما سینماگران تجربه بزرگ نداشته نمیتوانیم فیلم تاریخی ساخته. این کار زمان میخواهد. زمان برای تجربه اندوختن، زمان برای بلند برداشتن کسبیت. برای همین ما باید کار کنیم که محیطی سازگار ایجاد کنیم برای فیلم سازان که آنها بسیار فیلم گیرند.
аз филмҳои кӯтоҳметража оғоз карда то филмҳои баланду мустанад. бигзор филмҳои замони имрӯз оҳиста оҳиста мерасанд ба рӯзҳое ки ба гирифтани филмҳои таърихӣ даст бизананд. аз филмсозони таҷриба надошта бисёр чизро интизор шуда нашояд. дар филмсозии таҷриба бо синну сол намеояд, балки аз омӯзишу бисёр кор кардан ва филм бардоштан меояд. пиронсоли як филм гирифта таҷрибадор ҳисобида намешавад, балки ҷавони 10 филм гирифта таҷрибадор дониста мешавад. умедворам барнома бароятон ҷолиб буд ва шумо дар зери он шарҳу коммент гузошта ба дӯстонатон тавсия медиҳед. муҳим аст ки аз ин маълумотҳо бохабар бошед, не? то замоне ки мо фаҳмиши умумие пайдо намекунем дар бораи ин соҳа, мо рушди ин соҳаро нахоҳем дид. рӯзи хуш дошта бошед. дар барномаи навбатӣ мо дар бораи буҷаи филмҳо дар ҷаҳон ва тоҷикистон суҳбат мекунем. сарбаланду хонобод бошед.